یه ذره از خانوادت بگو علی. ما میخوایم توی یکم مهمونامون بابا علی صبوری رو دعوت کنیم. بابا خیلی باله. داستاناش اصلا بابا تا خود معروفتر شده. نه فرستادمش تایلند. یکم افسردگی داشت. آقا تو الان باید بابا تو بفرستی مثلا بره زیارت. چرا فرستادی تایلند؟ گفت اهل طبیعتم خیلی طبیعت بکری داره اینا. فرستادمش افسرده شده بود. خب فرستادمش. علی از اولش بگو اصلا چی شد تصمیم گرفتی؟ خودش گفت برم تایلند. گفتم کجا دوست داری بری؟ گفت تایلند رو دوست دارم اینا. گفتم نریم اصلا. مطمئنی افسردگی داشت بابا؟ آره حالش بد. گفتم نه یه وقت مریض چی؟ گفت مگه آدم با طبیعت مریض میشه اینا؟ 3500 دلار هم بهش دادم. یه بار دیگه بگو اینو. من دیر فهمیدم. گفتی نری مریض چی؟